یک حکایه خیلی عجیب است. من میخواستم که اون را به شما نقل کنم و امید میکنم که این حکایه، این نقل به شما نیز تأثیر میگذارد. روزی پروفسوری فاکولته فیزیک و متماتیک یک از دانشگاه ها با مقصد تعلیم درسی که دانشجویان تا آخر عمر آن را باید فراموش نکنند، در تخته صنف رقم 1 را نوشته شرح داد. این درجه آدمیت شما که صفتی از همه ضروری حیات است می باشد. سپس در نزد رقم 1 رقم 0 را نوشت. این دستاوردهای شما که در دوام حیات است علاوه نمود و همینطور او 0 را پس 0 علاوه کردن گرفت. اینش برای تجربه، اینش احتیاط، اینش محبت، اینش موفقیت و غیره و هکذا. هر یک 0 علاوه شده امکانات‌های انسان را 10 مراتب زیاد می‌کند، گفت آن پروفسور. ولی ناگاه آن استاد رقم 1 را که در اول می ایستاد تازه کرده رو به شاگردان آورد و گفت اگر شما آدمیت نداشته باشید خصلت‌های باقی مانده‌تان ارزش ندارند، یعنی که 0 است. امید میکنم که ما این درجه اولین انسان بودن را، یعنی که آدمیت را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد.